درود بر شما دوستان عزیز. کتاب زمان انتخاب نوشته شاهزاده رضا پهلوی رضا شاه دوم شاهنشاه قانونی ایران رو قسمتش رو براتون میخونم. درک شما از شیوه زندگی یک پادشاه مشروطه خواه چیست؟ اگر شما به پادشاهی ایران برسید، همانند پدرتان چندین قصر خواهید داشت یا به یک سکونتگاه ساده اکتفا خواهید کرد؟ اگر تصمیم گیری در این باره به عهده من باشد، یک سکونتگاه ساده را برخواهم گزید. قدر مسلم رئیس دولت باید در مراسم مختلف شرکت کند و مهماندار همتایان خارجیش باشد. برای اینها می توان بسته به مناسب از کاخ استفاده کرد، اما من نیازی به زندگی کردن در کاخ ندارم. نمیخواهم پیوند خود را با مردمم قطع کنم. میخواهم در کنار آنها زندگی کنم. برای ملاقات با مردم و گوش دادن به حرفهایشان دائما به اقصانقاط کشور سفر کنم. اگر مردم یک نظام پادشاهی پارلمانی را برگزینند، مدافع آنان در نزد دولت خواهم بود و در دوره حکومت پدرم شاه بالعکس حامی دولت در مقابل مردم شده بود. من پناهگاه مردم خواهم بود و جز این عمل نخواهم کرد. اما فراموش نکنیم که دوره نیز متفاوت است و مردم ایران به تجربه بسیار آموختند. رضا پهلوی شاهنشاه قانونی ایران، زمان انتخاب کتابی هست که من به تمام ایرانیان وطن پرست، ایرانیانی که با اندیشه شاهزاده رضا پهلوی آشنایی ندارن رو توصیه میکنم که بخونید. در این برهه از زمان دوستان عزیز، هموطنان عزیز من، در برهه‌ای از زمان رسیدیم که باید انتخاب کنیم. راه رو باید انتخاب کنیم. یا تک تک ما به تنهایی در اقصانقاط جهان میمیریم یا ایران رو نجات میدیم. پیروزی از آن ماست و ما همدیگر رو داریم. ما بیشماریم و همونجور که شاهزاده رضا پهلوی شاهنشاه قانونی ایران بارها در ویدیوی خودشون در مصاحبه هاشون گفتند، بیایید یک بار هم که شده سرنوشت خود را با دست خود رقم بزنیم. نه تقصیر کسی دیگری بندازیم، نه دولتی دیگری در این اجرای این کار دخالت کنه، نه دولت بیگانه‌ای دخالت کنه. فقط خودمون و خودمون در این راه قدم برداریم. پس فریاد بزنید هموطنان من، ای شاه ایران برگرد به ایران، ای شاه ایران برگرد به ایران. زنده باد رضا پهلوی، امید ایران.